بانک جهانی، بانک آسیای رشد و اتحاد اروپا از ارائه کمک به بودجه دولتی تاجیکستان دست کشیدند. این سازمان ها آماده بودند که به تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض و گرانت دهند، اما کشور اصلاحات پیشنهاد کرده آنها را قبول نکرده است. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی گفته شده است فرصت اندیشیدن چراهای سیاسی از دست رفت و مسئله های بخش مالیه حل مناسب پیدا نکردند. شرط بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای دادن گرانت و قرض‌ها به تاجیکستان این گذراندن یک رفرم‌های فراگیر در امور بانک‌ها بود. سازمان‌های بین‌المللی می‌خواستند که دولت مدیریت و یا منیجمنت کنونی بانک‌های دچار مشکل شده را از امور اداره آنها کاملا دور کرده برنامه درازمدتی تغییر ساختار بانک‌ها را روی دست بگیرند. اما دولت تاجیکستان این شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول نکرد و بنابراین این سازمان‌ها نیز از پیشنهاد کمک به تاجیکستان دست کشیدند. دایره‌های نزدیک به حکومت میگویند مشکلی بانک‌ها نارضایتی امانتگزاران را به بار آورده بود و دولت می‌خواست در فرصت‌های نزدیک این مشکل را حل کرده تشنج اجتماعی را کاهش بدهد. اما رفرم پیشنهاد کرده سازمان‌های بین‌المللی جریان‌های دور و دراز را در نظر داشت و وقت زیاد را طلب می‌کرد. بنابراین دولت آن را رد کرده است. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکمبر سال 2016 با نشر وامبرگ‌های دولتی برای نجات دو بانک بزرگ، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و با اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی مبلغ جدا کرد. انور کمالوف اقتصاددان تاجیک در شرح این تصمیم حکومت به رادیو آزادی گفت چاره‌هایی که دولت برای نجات بانک‌ها اندیشید مشکل آنها را تنها در یک مدت کوتاه حل می‌کند. کاملوف میگوید سازمان‌های بین‌المللی خواستار شفافیت بیشتر در امور بانک‌های تاجیکستان بوده، آماده جلب سرمایه‌گذاری‌های طولانی به امور بانک‌های تاجیکستان بودند که نشد. در همین حال بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که مذاکراتش با صندوق بین‌المللی پول به خاطر دوباره از سر گرفتن برنامه وسیع قرضی به تاجیکستان هنوز ادامه دارد. جمال‌الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی گفت امیدوار است تا آخر سال برنامه نو قرضی صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود.